لازم میکنید برد شایسازه. مشکلش این بود که اصلا هیچ عملیاتی انجام نمیداد و دکمه شاستیش هم میذاریم چراغش روشن نمیشد. ما اینو چکش کردیم. اول از این که مشکل این بود که این مدار قشنگ از این سوراخ‌هایی که ایتر پشت این برد هست آب رفته بود وسط قشنگ کیت و کلی اتصالات و مدار چاپی برده بود و فیوز اصلی سوخته بود. حتی فیوز 5 ولت که برای آیسی اصلی میره در تصویر ببینم قشنگ مشخصه یا نه. این قسمت با جی پی 1 نوشت جمپر، یعنی این هم حتی سوخته بود. ما این دوتا رو جمپر کردیم خودمون و مدار باز مشکل داشت. البته وقتی فیوز همیشه شما فیوز اصلی مدار جمپر میکنید حتما با لامپ سری چک کنید، چون فیوز که میسوزه دلیل داره. حتما یه جا اتصال کوتاه شده، حتما با لامپ سری تست کنید که اگه اتصالی بود هنوز فیوز نسوزه، لامپ سریتون روشن بشه. چکش کردیم، به اینجا رسیدیم که این دیود زنر 7433 البته این عوض شده سالمه. فیوز دیود زنر سوخته اینجاست. این اتصال کوتاه شده بود. این دیود زنر 7433 کارش اینه که 5 ولت درست میکنه، یه 5 ولت درست میکنه برای آیسی اصلی، مثل 7805 که 5 ولت درست میکنه برای آیسی اصلی در مدار لباسشویی و کولر. این کارش اینه که توی این مدار یه 5 ولت درست کنه برای آیسی اصلی که اصلا کل اگه یعنی این خراب باشه کل مدار کار نمیکنه. الان ما با تعویض این درست شد. فقط وقتی که حالا اینو عوض کردیم درست شد. این مشکلی که این بود وقتی ما دکمه میزنیم چراغ روشن میشد ولی یه لحظه میومد تو مدار 1 ثانیه بعد قطع میشد. مشکل اینم باز این بود که مدار چاپی درست اتصالاتش وصل نبود. ما مجبور شدیم دیگه حالا با هر چی بود که با هر سیمی که تونستیم این اتصالات رو برقرار کنیم. اینجا همینطور که میبینید قشنگ ما مدار چاپی و با هویه و لحیم قشنگ برقرارش کردیم. مدار SMD بود، خیلی باید دقت میکردیم و خیلی حوصله میخواد توی این مدار کار کردن. الان من اینو میذارم تو برق، البته با برق سریه. میبینیم که صداش اومد و الان دکمه میبینید چراغ قرمز رنگ روشن شد و صدای رله هم شنیدید. این دیگه مدار مشکل نداره. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی نهایت استفاده رو برده باشید.